وقتی یک بزرگتر یک مشاوره به ما میده یا یک نصیحتی به ما میکنه یا یک حتی یک بحثی با ما میکنه، یک دعوایی با ما میکنه، این مثل این میمونه که یک دستی رو داره به سمت ما دراز میکنه که ما رو از چاله و یا حتی چاه ناآگاهی و یا حتی نادانی بکشه بیرون. ببینید مثلا ما در همین الان که به سن بالاتر از 30 سال رسیدیم، اون موقع مثلا ما تو دوره نوجوانی یا 20 سالگی گفتیم که ای کاش خانواده پولداری می داشتیم، اما الان میگیم که ای کاش اون موقع یک مشاور درست حسابی می داشتیم، یک راهنمای درست حسابی می داشتیم که ما رو راهنمایی میکرد که ما چیکار کنیم. اگر تو پول هم داشته باشی مشاور درست نداشته باشی، اون پول از دست میدی، ولی اگر مشاور درست داشته باشی اون پول رو به راحتی به دست میاری. از استنادات تاریخی مثلا شاه سلطان حسین صفوی تحت تاثیر محمد باقر مجلسی سلطنتش رو از دست داد، نه فقط سلطنت خودش بلکه سلسله‌اش هم منقرض شد. مثلا به خاطر چه کارایی؟ به خاطر اقدامات مذهبی که انجام داد که اون محمد باقر مجلسی از خودش هم خرافاتی تر بود. اما سلطان سلیمان در عثمانی تحت تاثیر جناب ابو سعود یا همون جناب کادی میگفتن، نه فقط این که تونست سرزمین هایی که پدرش فتح کرده بود که خیلی هم زیاد بود، در عرض 3 سال امپراتوری رو به 3 برابر رسونده بود، نه فقط تونست قدرتش رو روی این سرزمین ها تثبیت بکنه، بلکه سرزمین های بیشتری هم به دست آورد، فتح کرد و تا سالهای سال تونست اسم خودش رو به عنوان سلطان سلیمان قانونی روی اون مملکت بذاره و حتی تا سالهای سال سلطانای عثمانی هم از قوانینی که اون گذاشته بود پیروی میکردن. الان هم اگر ما داریم برای آگاه سازی مردم کاری میکنیم، حرفی میزنیم، اقدامی انجام میدیم، با این همه تخصص، با این همه مطالعه‌ای که داشتیم، مثل این میمونه که یک دستی رو داریم به سمت مردم دراز میکنیم که اونها رو از چاله و یا حتی چاه ناآگاهی و نادانی نجات بدیم. حالا میل خیلیا هست که گوش بکنن یا گوش نکنن.